شد فرخ؟ او چی ها میگوید؟ زهرا دخترم؟ خدایا این ناممکن است. برگشت به نزد من، برگشت به نزد من. یا خدایا چرا اون با من حیران می‌نگره؟ 100,000 بار شکر خداوند میکنم. او زنده در آنجا ایستاده است. برگشت. آقای اکرم لبل؟ این چی گپ است؟ این چی احمقی است؟ زهرا چی گپ است دخترم؟ زهرا جان، ای وای، دومولوزیو در اینجاست. یا خدایا، این آدم باز چی نقشه داشته باشد؟ دانستنی که رو ویران کردنی است. این دختر را با شخصی دوست نمی داشتهش داده ایستادن به فکرم. کی باشد؟ ای با من چیه؟ از پسم پالیس خاطرم باشد گم است. گریز بچه گریز. با کجا میگریزی زیا؟ ایستا زیا. زهرا زیو؟ زهرا وای زیو گو. بله زیو گو. اها، البته خیانت را برداشتن نمیتواند. دو زهرا دو. دومولوزیو این دفعه تو رو نمیبخشد. سردارم در اینجا توی است. همینجا دارم. میخواد که در بین مردم در ما پیدا نکنیم، لیکن ما او رو پیدا میکنیم 100%. پس چرا در اینجا ایستادیم؟ رفتیم این مگر خانم زهرا نبود؟ زهرا البته امروز دختر توی داشت که چهار چشمه. خانم زهرا مگر از پیش داماد میدود؟ دیوانه ای برای چی از پیش داماد دود؟ اگر دود برای چی با خانه دارم؟ شاید در لحظه های آخر فکرش رو تغییر داد. ایدمت رو گیر حاضر یک تا میزنم. با کجا میروی زهرا دخترم؟ بله مویستش پس کردن یک ماشین ناخته موز. چی گپ است در اینجا؟ زهرا عشقم ایستو. سردارم خانم زهرا از پسی داماد از پسی خانم زهرا میدود. یک کله در لحظه های آخر وجدان زهرا بلندی کرد و از شود کردن دست کشید. دمت را گیر سفسدگوی را بس کن. اکی فروخ چی گپ است در اینجا؟ اونال تو چیکار میکنی در اینجا؟ اکی رامان در اینجا چی گپ شده ایستاده؟ نمیدونم اونال از کجا دونم. زهرا کسی را دیده شق شده ایستاد و زیا گفته دویده رفت از قفای اشاخی. زیا میگوید؟ بله. یعنی کلتکیلس میگوید. خواهش میکنم سردارم آرام باشد، عصبی نشوید. سری کلت درگور 100 بار میگم کلتکیلس نگویه. من کلتکیلس نگفتم. زیا من گفتم یا که تو زیا گفتی؟ من زیا نگفتم، زهرا زیا گفت آخه. گفت التماس نامی اما آدم نگی. این کلتکیلس گرخته ایستاده است. زود باش لوین دویده. یه ندیری اونال دیونشی تمام. لوین تو با کجا رفته ایستاده ای؟ ای سلنی من عشقم عزیزم دلم با تو همش رو میفهمونم. حاضر بسیار سراسیمم چون که آن آدم میگریزد. کی میگریزد؟ وای نمیدونم. ندونی کجا میدوی لوین؟ از پس سردارم باید بدوم چون که یعنی او میگریزد. کی میگریزد کی؟ سلن جان حالا نمیدونم. نگفتن نباید توی کرده در تنه بسیار زیبیده است. عقلش رو خورده است. لوین ای وای، دومولوزیو رو دستگیر میکنم.
است برای چی از قفای من داد زد؟ برخیز دیوانه میشوم. من از پلیس گرفته شدم. او چرا تویش رو ترک کرده از پس من میدود؟ هیچ نمیفهمم. زورو در کجایی؟ این دختر نیکو رو ترک کرده به کجا رفت امک اکرم؟ این شرمندگی است آقای اکرم. آبرویمان ریخت. نویرتون زیاد گفته دویده رفت. محترم التماس عصبی نشوید. آرام شوید. آرام شوید. چه خیلی آرام شوم من. پیسرم رفتیم. پیسرم آرام شو. پیش دروید. برادر این چیزی ها بود. آدم مرد و رفت. دختر تا حال با او عاشق است. یا خدایا این عروس مثل اروا است. برگرد زیو با کجا رفتی؟ زیو برگرد التماس. من اصلا با تو خیانت نکردم زیو. فقط تو را دوست داشتم. در دلم بخیر است و به هیچ کسی دیگر جای نیست التماس زیو. یا خدایا این دختر چه گفت؟ یا من زیا باشم مگر؟ نه اگر زیا باشم چون این دختری زیبا رو چرا بینجانم؟ یا خدایا من به چه کارها آواره شدم؟ از اینجا گریختنم لازم. چی گپ هسته؟ یه سردارم دوز رو گذاشته. اول از پس کلتکلسی که وجود ندارد دایده سوده. ای بچه ماشین رو همون کلتکلس دوزیده بود و هم نیکای زورا رو ویرون کنی آمده است. فهمیدی؟ یه سردارم از برای خدا بس کنید. یه سردارم شما چی ها میگوید؟ یعنی که کلتکلس از زیر زمین آمده توی زورا رو بردار کردنی بوده؟ بر زمین ماشین رو دوزدید. یا خدایا شما چی ها میگوید؟ باش دو میگویم دو. چی گپ از خودش؟ من از پاریس میگریزم. این دختر از توی گریخته چرا از پس من میدودم؟ این چه خیل حیات است؟ من پیش وقتا چه خیل بودم؟ عجبا از میجگان دیوانه پرسم. میدونسته باشد او با من چنان میدیگرد که گویا مرا میخورده باشد. خدایا این سیاهی باز پیدا شد. گریختم لازم. در کجای دوست داشتم مرا نبر تا التماس. زیو زهرا او در کجاست؟ دیدی او را؟ زهرا کنی وای. زهرا جانم. خانم زورا رفیق سردارم کفالت میدم که تنش گرم است. حالا نمورده است. تو چی گفته ساده بیعقل؟ زهرا با خود بیا. بیهوش شده. سردارم دلش کار میکنند. حالا بیهوش است. خانم زورا ده چند چلیک میشوه؟ ده چلیک میشوه زورا. زهرا دخترم تو چیکار کردی؟ تو چیکار کرده ایستاده دخترم؟ زهرا خیز. به من نگاه کن. ای اونلی بیناموس. تو در اینجا چیکار داری؟ با تو چند بار گفتم که با من روبرو نشوه؟ من از پس جنایتکار بودم. کار منم این است. خیلی کار بوده است. جنایتکاری کلان تو هستی. نبیره من حتی برای از تو خلاص شدن به خارج گریخت. اما اکرم مرا آقا نگو. دخترم خیز زهرا دخترم و آدم را فراموش کن. و یک آدمی پست است و مرد و آدم مرد. خیر این خیل
نگوید بابا. میگویم او را همینطور گفتم. او یک پسرین آدم است و مرد. ای پدر جان آرام تو شوید. هم سر نکن. نه آقای اکرم، کیلت زنده است. و یادم مرد میگویم به تو. نه نمرده است. مرد. خدا حالا هم نمرده است میگویم. بابا اکرم خدا چرا به دست آرام شوید. اما نمرده است. ابله مرد و یادم مرد. ای اونا بس کن. نگه که نمرده است آخر مرد وای. نمرده است آخره. مرد دفع کنی داره. نمرده است. ای سردارم از برای خدا بیا از اینجا روی که بابی اکرم دلزنک شدن میمونه در تای گپ میمونه. بیا روید بیا روید. دفع کنی داره از اینجا. کیلت زنده است. وای مردگی. تمام پدر وای مردگی گپی شما. سهرو جان آرام شو. آرام شو. بابی اکرم کلا زنده. ای احمق مرد وای پرید داره از اینجا. ای بچه قد رو زر کن زود باش. گوش کن لبین، آن بیشرف دیگر از دست من نمیگریزد. کی؟ چی خیل کی؟ کلت کیلت بیشرف. سردارم زنده ها مانده از پس یک اوراق دویده شده مگر همین هم کار شد خوش برود. چی خیل اروا چهارچشمه حتی زهرا او را دید. خانم زورا از هیجان دیده چون که او به شوهر میبراید. شما باشه سیندروم رو اثر گذرانده اید. ای دیوانه ای ابله، من چگونه سیندروم را اثر میگذرانم؟ سیندروم را یک بار دیگر گذرانده بودید کو؟ فهمیده بودید کو کلتکل از بوجت در زمین خلیده بودی کو؟ حاضر تو رو یخت میزنم. سیندروم رو میبینی حیات شخصی مرا به این کار داخل نکن چهارچشمه. سردارم اگر مورد درباره کارتکل از قوتون میکنه. لوین حاضر عینک‌هات رو پاره میکنم. حالا کارتکل از پیش ماشین راست گذشته اون طرف رفت. کارتکل که خزانده است که میدود. میبینی حالا میبینی زنده بودنی او رو میبینی. انا بعد میگوی که سردارم شما راست گفته بوده. بعد همون وقت من حالت رو میبینم. خدایا هرچی گریختم. این چی هست؟ کوچه محکم. خدا سند. دامولو زود سوار شوید. تو کی هستی؟ زود باشید با ماشین شینید. چی گپ هستم؟ سرتان رو خم کنید زود. خم شوید نباشد شما رو میبینم. ملش چی شده ایستاده است؟ این کجا شد؟ این کجا شد؟ زمین کفید و به درون نشفتید. بخار شده نیست نشد کو. او را در همین جا میقپیدیم آخر. بیشرف اوی بیشرف با دیوار بر اومده گریخت. سردارم شما چیکار گفته ایستاده؟ او اورا از دیوار را پریده میگذره. ای دفشو سردارم شما چی ها میگوید؟ شما آن کار را که میکنید به عقل آدم راست نمیآید. تماما منطق ندارد کاراتون. لوین تو به عقلی. آیا در حیاتت باره هم فکری با منطقانه میکنی؟ یک دقیقه سر دارم. ای دفشو بوی مسرکه بوده است. تشکر به شما خانم. از این دیوانه ها مرا خلاص کردید. دامولو گفتید زهره رو فراموش کردم کو. در توی زهره چیکار میکنید؟ طاقت نکردید. چی؟ من به توی زهره آمدم؟ این چه علاقه دارد؟ دامولو با من بازی نکنید. بازی؟ چه خیل بازی خانم میلیس؟ یا خدایا آن زهره است کو. گویا عذاب وجدان کشیده ایستاده است. البته دیدید بعد شما باز خانه دار می شود. زنده بودن شما را فهمیده خودش را در پیش شما سفید کردنی شد. نه با او باور نکنید. شوهر کرده ایستاده است. شوهر کند کردن گیرد. به من چی آخیر؟ دامولو همین خیل گوید. پروا نکنید. شوهر کند هم بگذار شوهر کند. به همون هم او به عشق شما لایق نیست. او لایق خوشبختی نیست.
شما چی گفته ایستادید؟ من هیچ چیز نمیفهمم. در بین آنها پدرم و بابایم شما را دیده باشند. کی؟ آنها کیستن؟ ای دامولو، خودتان را به نادانی نزنید. من این را نمیفهمم. به من میتوانید باور کنید. در کدام موضوع؟ در همه موضوع. خب نباشد من چرا میگریزم؟ این آدم ها چرا از پسی من میدوند؟ پلیس چرا از قفای من است؟ شما برای چی به من یاری میدهید؟ دامولو، شما حیاتی مرا نجات داده بودید. خیر. از همان سبب من به شما کمک میرسونم. ای این شعله‌ای از اونال شما را ندیده است، وگرنه شما را داشته محکم میکنم. یا خدایا، چه خیلی محکمه؟ برای چی محکم میکنن؟ من به شما گفته ایستادم من با پلیس سر و کار ندارم. خطاگی شده است. یزنه اونال به شما بسیار چسبیده است. او فکر میکند که ینگه حلی از برای شما شده او را ترک کرده است. حله کیسته؟ یا خدایا، حله کیست؟ انشالله یزنه اونال زنده بودن شما را نفهمیده است. چرا؟ مرا مردگی فکر میکنه. هممون چنین فکر میکنیم. همتون؟ بله دامولو، هممون. یعنی شما وفات کردید. من هم این رو نمیفهمم. در حقیقت به این سیرتون من حیرانم. من یگان سیر پیر ندارم. فهمیدید؟ من سیر ندارم. من 1 سال در بیهوشی بودم اما نمردم. چه خیلی که گفتم تا خدا جان را نگیرد آدم نمیمرده است. دیده ایستادم دامولو. زیا او از عقل بیگانه شده است. زیا در کجاست؟ خانم زورا، از تاثیر توی روزهای آخر خودتان را مانده کردید. به حیاتی نو قدم گذار. گذشته را فراموش کن. باید کمی استراحت کنید. چی؟ یعنی من در خیالم دیدم. دخترم نباشد باز چی شده میتواند؟ چی شده میتواند؟ اکنون اینطور نکن. وای آدم مرده است. تو تنها خسته بودی و همین خیل خیال کردی. تو حاضر خوب استراحت میکنی و همش میگذره. این خیال نبود بابا، حقیقت بود. تمام زورو جان، تمام. زیا نمرده است. باید کمی استراحت کند. همش خوب میشه. رحمت. آروم شو جانم، آروم. تمام رسیدیم. همینجا ایستید. دامولو، بله. از راستی شما در همین جا زندگی میکنید؟ بله. دامولو، به من باور کنید شما را اصلا نمیفروشم. تشکر خانم میلیس. دامولو، در اصل من به شما تشکر میگویم. حیاتم را نجات دادید، حتی 2 بار. 2 بار؟ 1 بار نجات دادم رو در خاطر دارم، اما دویم بارش را خاطر ندارم. دامولو، از راستی آدمی شوخ هستید. اگر راضی باشید پگاه یک جا خوراک شام میخوریم. راستی گپ نمیدانم که چی خیلی میشه. دامولو، من به شما باید یک چیز رو نقل کنم. سری 1 پیاله چای صحبت میکنیم. خب میلش. شما رو پگاه بگاه از همینجا میگیرم. تمام. خوابی خوش. شبهای خوش. کلتکی لاس گفتنی آدم از کجا به آیله ما همراه شد نمیفهمم. مرده رفت اما دختر بیچاره ما تا حال از تاثیر او خلاص نمیشود. زهرا عقلش رو گم کرده است. یعنی از پس آدم مردگی تمامی شب داری. زنوک. چی زنوک؟ اگر خیال نمی بود و حقیقت می بود به طول تکلیف خانه دار شویم را قبول میکرد. سامی دیوانه شدی خود وقت گپ میزنی؟ اکا من برای زهرا بسیار زیاد میشوم. به فکر من زهرا با آسانی به خود نمی آید. آخرش عقلش را گم کرده. دختری ما برای چی عقلش را گم میکرده است؟ دختری من با عقل است. امشب خواب رفته دم گیرد. دکتر گفت که نزد میشود. ای کود را فریاد میکنم. یک جای رو برو شیشته گپ میزنن، یک جای حل میکنن. پدر جان، التماس در این موضوع یک روی نکنید. زهرا را به حال خودش گذارید. او را مجبور نکنید. او خانه‌دار نمیشود. خدایا این چه شب بود. این چه خیلی حیات است که من نفهمیدم. از کسی چیزی پرسیده نمیتوانم. خداوندی بزرگ و مهربان، همه باز مرا مرده می حسابند. این چه خیلی است من نمیفهمم. به نزدیکی مرا زامبی گفته از پس هم همشان میدم. خودش چی گپ است؟
اوف، آن دختر لیکن زیبا بودن. پگاه درس دارم. بیا خیز اکنون، این خیلی کار نمی شود. درس تیار کردن لازم است. معاش را حلال کنم. اوف اوف اوف، در کجا هست این دختره؟ ای ملیس، تو رو کفته ایستاده. تو همین وقت در کجا بودی ها؟ ای مادر، در توی خونه انتظار بودم. فکر کردم شما برگشته می آیید. چخیل گشته می آیه ملیس؟ یعنی توی مون؟ برای چی زهرا زود برآمده دویده رفت؟ ای ملیس هیچ نپرس. وای بود کو شفری سختش کلتکیل است. او ارواحی او را دیده تمام شب از پشتش دوید. ما را در نزد مردم شرمنده کرد. حاضر همین طرف شد مادر. وقتی شما با پدرم زهرا رو در پیش بابایم طرفداری میکردید این طور نمیگفتید، از او بخشش پرس میگفتید. ای ملی سرسطا نگو. تو دختری من هستی. ای خودت رو با کی مقایسه کرده ایستاده؟ همشیری نکن، بابایت رو نمیدونی. با خودو هممون رو از خونه سر میکنن. و غیر از زهرا چشمش کسی رو نمیبیند. کاش خونه دار شده میرفت و ما خلاص میشدیم. از این پس اویله داماد اصلا قبول نمیکند این کاری خونه دار شوی رو. این کار برباد رفت. خونه دار شوی پونه دار شوی نیست. ببخش مرا زیاد. خواهش میکنم مرا ببخش. خواهش میکنم به نزدم برگرد. مرا از خود در نساز. خواهشی بابایم رو رد کردن نتوانستم. نباشد اصلا به کرسی نگاه نمی نشستم. اصلا ببخش مرا التماس. دامولا زیا اصلا تو رو نمیبخشد زهرا. دیگر اصلا زیا رو نمیابی. من هرگز اجازت نمیدهم که تو اون رو یابی، چون که تو لایق اون نیستی. ببخش مرا عشقم. ببخش. در این صبحی بر وقت کی با مکتب می رود؟ چی است؟ من مگر اینجا مهر زدم؟ اما چی خیلی؟ من چی خیلی معلم دین هستم. خودش این چی گفت است؟ یه بچه تو دیگر رسم نیفته که رسمی کلتکیلس را کشیدی تا و ای خدایا، در اصل آنقدر بد نیست. آف زود به درس. یه برادر، این ماشین رو کی به اینجا مونده است؟ رسما اثری تاریخی است. اینجا برای شما مزار ماشین است. گیرید برید در پیش خانه‌تان مانید آخه. احمد آمد. یا خدایا، این زن هر سر اینجا میاد. هیچ نفهمیدم در حق دیوان است. عجب، باید پرسم چه چرا پلیس تعقیبم میکند؟ استاد احمد، با کجا میروید شما؟ من به مکتب رفته ایستادم. این خیلی باشد جانم. با تاکسی نمیروم، با ماشین شما میروم. انشالله در راه نمیمونم. برای چی در راه مونی؟ ماشین جانور برین. اینقدر آدمی شوخ هستید. ماشینتان رو اینقدر تعریف میکنید. بیا مونیده. یا خدایا، من باید ماشینم رو گیرم. شما من را انتظار نشید، با تاکسی روید. یعنی که شما با ماشینتان مرا با مکتب نمیبرید؟
آخر چخل برم بنزین ماشینم تمام شد در راه مان آن را آوردنم لازم مرا گوش کنید احمد جان من در این عربه شما فقط به خاطر شما میشینم نباشد این روزها از نزد من هزارها ماشین میگذرد با این ماشین کونتون اینقدر ناز میکنید چخل کنه چی گفته ایستادید من نمیفهمم تو را کجا میروید استاد احمد؟ یا خدایا توبه این ماشینم میگویم در راه مان بنزین ندارد وای را گرفتنم لازم ماشینتون در اینجاست آخر چی؟ انا ماشینتون در اینجاست بله حسن 911 سرقتان در تعمیر است 911 میگفتگشون همین است یعنی این چه خیلی ماشین است چی میخواهند اینها ماشینی من بود هستم دیگر ماشین را گرفتم برای همین پلیس مرا تعقیب میکنه سوار نمیشویم؟ کلید را فراموش کردم به فکرم در خانه است کلید را گرفته میاد در کجایی زیو در کجا دیگر از پیشم نمی برآمده باشی مرا می بخشیده باشی خانم زهرا صبح خیر خانم زهرا شما به پایان نآمدید صبحانه تان را به اینجا آوردم خانم زهرا من میدونم تو رو در کجا کوبم این چه خیلی ماشین است ماشینتون رو یک سال ندیدید به فکرم یاد کردید نپرس میجگان من از تو یک چیز رو پرسیدنیم بپرسید لیکن شما فقط مرا خانم میجگان میگفتید خانم میجگان از شما پرسیدنیم در حیات من زهرا گفتنی کس هست او را میشناسی زهرا ها او کی است زهرا کیست زنک زنک یک زنی زیبا یک زنی زیبا یعنی یعنی که زیبا بودنش را میدانی اما او را نمیشناسی همین خیل آن زن کی است آخر نمیدونم اگر میدونستم از شما نمیپرسیدم نه زنی رو که نمیشناسی چرا میپرسی مقصدم این که یعنی زهرا گفتنی کس را من میشناختم یا همین رو فهمیدنیم اگر میدونستم از شما نمیپرسیدم آخر خیلی کیست زهرا با شما کی میشود من خودم نمیدونم همین رو میخوام بفهمم من زهرا گفتنی کس را میشناختم یا نمیشناختم نمیشناختی مایلش نمیشناختم نمیشناسی مایلش او رو نمیشناختی فهمیدم تمام ای دختر تو این پسر رو تا قیامت به خودت جلب کرده نمیتوانی زیباترین دختری مکتب تو هستی ای ایران من همین قدر میگویم که تو از عهده عشق و قدر خوب نمیبروی اما بین دوست داشته‌ات رو با دخترها چه خیلی صحبت دارد دیدین یا بیا بازش تو ما میکشم چی شد عشقم؟ باز چی عصبی شدی؟ بیشی
عشقم نفهمیدم یگان کاری خطا کردم. خاموش. با اون دختر چیکار میکردی تو؟ آرام شوید. تمام آخر وای دختری خاله جنید بود. ها جنید؟ من نمیشناسم او رو. جنید تو چی ها میگویی؟ با خدا من اون رو نمیشناسم. تو رو میکشم. با من نگر. با خدا من با اون دختر تنها گپ میزدم. یگان کار نکردم. چی مرا گناهگار میکنی؟ من میگویم که بچه ها چی میگفتن؟ استاد احمد اینقدر تغییر یافته از بچه ها؟ ولی استاد احمد تغییر یافته است. همین خیلی عشقم. حالا میبینی که یک روز با ماشین فسانش در برش یک دختر زیبا به اینجا میآید. ای بیو مونه استاد احمد مناخیره؟ دیگر کی میشود؟ اول اینکه استاد احمد معلم میجگان رو دوست میدارد. او مثل شما بوحواس نیست. علاوه بر این او بسیار مردی رمانتیکی است. با این ماشین قیمت بهاش حالا میبینید که استاد احمد چه خیلی تغییر مییابد. کیو من؟ کنی بینم کی است؟ کیو من؟ استاد احمد است. آرامای پیشینه خدا زنه فراریش کجا شده باشد؟ استاد شما شینید ما تله میدهیم. با کجا تله میدهیم؟ با مزار ماشین ها؟ استاد سکارسی ماشین رو کندید کو؟ آی ایران باورم نمیآید او هیچ گاهی خیر گپ نمیزد. با او چی شده باشد؟ استاد بیا تله دهیم ماشین رو. نه تله نمیدهیم و هیچ چیز هم نمیکنیم. بگذاره در همین جا ایستن. احمد جان گم کردن خاطرات رو میفهمن. چرا ماشینت رو شد زدی؟ بیا مان خانم چه شتفاقی من نکنی. تو این ماشینت رو بسیار دوست میداشتی. حتی به او نام گذاشته بودی. خدایا چی نام گذاشتم عجبا. جیگر من همین ماشین رو کی گرفتم. همین هم ماشین شد. ماشین رو کی رفت آوهید بچه ها زود باشه ترمز رو زیر کنید که ماشین میرود. زهرا تو به کجا رفتی ایستاده ای دخترم؟ بابا جان نفس گیر شدم. هوای تازه گرفتن خواستم. پس بسی آدمی مردگی نمی روی همین طور چی علاقه دارد بابا؟ گفتم که هوای تازه گیری برآمدم. زهرا تو ما را بسیار سخت‌تر ساندی. برای همین من چی گفتگیم را نمیدانم. زهرا تو او را در خیالت دیدی تمام. قطعاً اجازت ندی که این خیال حیاتت را بربادیت دخترم. سلام استاد. سلام خانم میجگان. علیکم سلام. استاد احمد با شما باید صحبت کنم. تو رو انتظارم. زود بیا. بله استاد مرحمت. استاد احمد از بالایتان بسیار شکایت کردن. عجبا پلیس به مکتب آمده باشد. به گوشتان یگان خبر رسیده باشد. گویا که مثل پیشتر درس نمیگذارید. به ژورنال باشد امضا نمیگذارید. تماما دیگر خیر شده اید. هست و نیست نمیکنید. همین خیلده. شما این رو در نظر دارید؟ این را گفتم و اما خودم باور نمیکنم به این. استاد احمدی را که من میشناسم هرگز چنین کارها نمیکنه. اگر با چشمانم هم بینم که چنین کارها میکنی اصلا باور نمیکنم. من از کجا میدونم استاد احمد چیکار میکنه چیکار نمیکنه؟ یگان چیزی را در یاد ندارم. بله محترم خدا مرا از کارهای بد نگاه دارد. نخواد که من درس ندهم. هست و نیست میکنم. به دفترچه کاری امضا میمونم. درس ها رو هم چیزی که در ژورنال سیم نوشته شده است به اجرا میرسانم. کسی گفته باشد گناهی عظیم کرده است به فکرم. بله استاد من هیچ از شما شبهه ندارم. رحمت محترم دیرکتر با اجازه شما من به درس دیر نمانم. مرحمت. رحمت استاد رحمت. احتیاط که بچه. زهرا چی گپ شد؟ سراسیمه هستی؟ به من گوش کن میلیس. اگر تو هم به مانند دیگران زی و مرده است بگویی خودت رو غم نده. او نمرده است من میدانم این رو و او رو پیدا میکنم. البته اینه نمیشود. نباید آمولازی رو یابد. من باید پیشگیری کنم.
سلام بچه علیکم السلام استاد. شینید باش حالا هستو نیست میکنیم قلندر آمالیکا در این جایم استاد. ایرمی الفتشا در این جایم. بسیار در هیجانم. استادم سوالهایم جواب میدهد. امروز اینقدر دیر گذشت با زور طاقت کردم به خدا. استاد جانی من سوال بسیار دارم بسیار و همش جواب میدهید. آرتیق قادر I am here teacher. این چه خیلی بود کنی از جایت خیز وای استاد I am here گفتم یعنی در این جایم استاد. گود مورنینگ رو با زبان انگلیسی میدونم گفته با ما ارتیستی نکن وقتی که نامت رو میگیرم همین جایم گوی و در جایت شین. در همین جایم استاد. شین ای استاد اول این خیلی نمیگفت حالا با چی شده باشد آخیر میموری که تاچکی گپ زنی. خاموش ایستاده. صبحان در همین جایم استاد. عجب استادم با سوالی که دیروز دادم چی جواب میداده باشد. پسرم بخیر است؟ لبای تو کی هستی؟ با کجا میروی؟ من اینجوری به نزد استادم سوالدهی میروم. کدام استاد؟ استاد معرفت دین استاد زیا. در اینجا استاد زیا گفتنی شخص نیست؟ هست در سیمخانه است. مایلش به شما برای کار. بچه کجا میره؟ به نزد استاد زیا. اگر تو گپ رو نمیفهمی استاد زیا گفتنی در این مکتب نیست. غنچه گلی گلچبک در همین جایم استاد. ملک شاه حامیدوف همین جایم استاد. این هست و نیست تمام نمیشود بفیرم. سردار سیم در سیم همگی چند طلبه هستی؟ همگی استاد 18 نفر. حاضر چند کس هست؟ 18 نفر استاد. خواه این خیر که باشه چی یک با یک نمبر میکنی؟ تمام استاد با ژورنال امضا نمونده. امضا؟ میمونیم پسر هر روز باید امضا مونیم مگر بیکار که شدم امضا میمونم. حاضر از پسی من نباید ساعت مرو. یه بچه این سوالم رو میپرسم از استادا. در اینجا استاد زیا گفتنی شخص 100 بار با تو فهمونم. استاد چی گپ است؟ استاد شما جواب سوالم رو باید میدادید برای همین اومدم اما این کسی اجازت نمیده. خیلی سوال اینجا درس میگذارم. وزیر گناه گرفته استاده. من این را نفهمیدم استاد احمد. این پسر میگوید که باید از استاد زیا سوالهایم رو پرسم. استاد زیا کی باشه؟ زیا گفتنی استاد در این مکتب نداریم آخیر ما. با خدا دیرکتر من هم نفهمیدم این پسر را اما سر دیدن این کس داره. اگر خواهید نگهبانان را گویم از مکتب این را بیرون کنند. نه استاد من حل میکنم این خود شاگرد کهنه ام است این تاب سوال ها میده. همین خیر با شما برای کار. تمام شما راحت باشید هیچ چیز نمیشود. تمام استاد استاد جانم. ای بچه تو برای چه هر روز به صنف ما میداری؟ ما درس میخونیم تو باشی در آمده درس رو ویران میکنی. استاد اما شما گفتید که جوابی سوالات رو پگاه میدهم برای همین اومدم. کدام سوال؟ استاد انسانی روزدار اگر بمیرد روزش میشکند. تا سحر خوابم نبردی سوال سرم رو گرم کرد. بخدا استاد. بله شاگردان وظیفه خانگی داشتید فراموش نکردید؟ خانگی نداده بوده. تنبلی نکنید با خدا دستتان بالا نشود دو میمانم. آفرین کنی تو بگو. من میدونم مردن. از جایت خیز کنی اکنون جواب ده. استاد آدم که مرد حتما روزش میشکند دیگر چی میشود؟ شین بهایت یک. استاد 5 سال شد که من در صنف میمانم خیلی نمیشود. کتاب خواندن در کار پسرم. لبه اگر نادانسته یگان چیز خوری روزه نمیشکند چون که آدم نادانسته اگر خورد روزش نمیشکند. دیوم این که استاد همی روزه نمیشکند آخر چه خیلی میشکند در مردن استاد. من همین رو گفتم یک دقیقه. سیوم این که اگر اون انسان خودکشی کند البته که روزش میشکند استاد. شین آرتیق بهایت یک. ایرم یگان کس نداند فکر میکند که این کس روزه میگیرد. بیامونه اوی خودت روزه میگیری؟ کاری تو چی؟ این را من میدونم خدا. استاد اقلا بهای 2 گذارید من راضی. صفر
استاد وای شما درسای ایلواگی میدید؟ دخترم ما درس دین گذشته ایستاده نه تاریخ. مگر این درس رو ایلواگی خوانده می شود؟ استاد من هم همین رو میگویم. شما پیش سوالهای آسان میدادید. حاضر مشکل شده است. من نمیخواهم که بهای دو گیرم. از همین سبب میخواهم درسای ایلواگی گیرم. شما با من درس ایلواگی میدهید؟ به خدا درس ایلواگی پیلواگی نیست. نشسته به درس خوب گوش میدهید. همش همین. لبای استاد مردن روزه را نمیشکند، چون که هنگامی که آدم روزه خودش را میخورد این را با اراده اش میکند، اما مرگ از اراده آدم بیرون است. شین بهایت یک بچه ها اگر این جوابی درست نداده باشد آنگاه همه همون میسوزیم. مادامی که جواب من نادرست است جواب شما چی است استاد؟ شاگردان مرگ روزه را نمیشکند، چون که شخص روزه دار یگان چیز نخورده وظیفه روزه را خواست به جا رساند، ولی بیچاره رحمتی شد. اگر یگان چیز نخوری روزت نمیشکند. اما رحمتی برادرمان وقتی مردنشان را البته که نمیدانست و گناهکار هم نیست، چون که دانسته نمرده است. انشالله در آن دنیا روزش رو میکشید. آمین استاد آمین انشالله. استاد خدا از شما راضی باشد. با خدا سر مرام شیده. ماشاءالله. استاد از همین سوالهای جمع کردم یک توی دیگر پرسم. این دیوانه از کجا پیدا شده؟ اما پسرم ما درس گذشته ایستادیم. بس از اکنون درس رو ویران نکن. برو از اینجا استاد در دنیا آب و نان تمام شود انسان چی میخورد؟ چی؟ آب و نان استاد تمام شود. چی؟ با سوالهای داده این دیوانه من با فکرم تا پیریم مکتب رو ختم کردم. خوب بچه ها وظیفه خانگی را فهمیده؟ انا همین سوال. وظیفه خانگیتان همین است شاگردان. تمام. اعتراض نکنید. استاد جانم کجا می رود این دختر؟ با کجا؟ یا اینکه سراغای دامولازیو رو یافته است؟ این راه خانه دامولازیو نیست. پس با کجا می رود؟ یا خدایا برای چی به این طرف تو؟ خدا جان نمیفهمم برای چی نیکو ویران شد که زورو خونه دار شدن نمیخواست ولی برای بابایش رو نرنجاندن به این کار راضی شد. باز خیالی هم شده است. چه خیل خیالی؟ حالا باز خیالی گفته ایستاده ای. چه خیل خیالی است؟ حالا هم زیا را در همه جا میبیند. چی؟ اکم رو؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ خیالی یکی تو شده است. از کرسی نیکو خیسته دویده زیا گفته رفت. خدا نگهبانش باشه. وجدان عذاب وجدان میکشد. عذاب وجدان که کشید از این سبب خیالی شد. از آن میترسم که من بمیرم و تو هم مثل او خیالی شدی. این رو از من چی خیل پنهان کردی بی تو؟ زنده بودن زیا رو از من چی خیل پنهان میکنی؟ زهرو بین اکای من با من جواب ده بی تو. زنده بودن زیا رو چی خیل از من پنهان کردی؟ من نکم ترست او رو دوست میدارم. دامولوزیو عمیق به خواهرش گفته است که من زندم. چی خیل نفهمیدم. خدا جان اکنون من چی کار میکنم حاضر؟ زورو جان بیا با اینجا گذشته شین.
من اینجا برای شیشتن اومدم فهمو. تیز به من بگوی زیا در کجاست؟ زهرا کمتر آروم شو. آروم نمیشوم بیتول. من هر روز زیا گفتم مرده ایستادم. تو مگر وجدان نداری که این را از من پنهان میکنی؟ نمیفهمی مگر؟ زهرا خودت رو بیتول رو اینقدر عذاب نده. زیا مرد، از این 1 سال گذشت. التماس همین رو قبول کن. زیا نمرده است سمی. من او رو دیدم و زنده است. با من گوی بیتول زیا در کجاست؟ زهرا جانم بگی، تو میدانی که من چقدر عذاب میکشم. من چند سال پس اکم را یافتم و باز از دست دادم. چی کار کنم؟ یک روز نه یک روز هممون میمیریم، میفهمی؟ هممون از سوی خدا آمده و به سوی او بر میگردیم. اکم وفات کرده است. یا نمرده است بیتول، نمرده است. من او رو دیدم. شما برای چی مرا نمیفهمیده؟ بین اگر من با قراره گرفتنی خانه دار شویم فکر کنی که به زیا من خیانت کردم. بین من خانه دار نشدم و به او خیانت هم نکردم. میدونم اگر اکم نمی بود من این رو به تو نمی گفتم. اگر اکم زنده می بود من این رو از تو چه پنهان می کردم. نمرده است بیتول، زیا نمرده است. من خانه دار شوم گفته از من همه پنهان میکند، اما من او را مییابم. نمرده است. زهرا بیتول ایستاد. دیدی هوایی شده است، از عقل بیگانه شده است. خدایا تو عقل او را نگهبان شو. بیتول تو به حال خودت نگاه کن. 1 سال باز به خودت ناومدی. بیا خانه دار شویم میگویم. خدایا عجب و فهمیده باشد. ای بیچاره گربه باز در بالا محکم شده است. حاضر میافتد. باز میافتد. این گربه بی عقل دیگر کار ندارد با بالای این درخت میبراید. پروا نکن جونید، آنها از تو با عقل ترن. فهمیدی؟ ای دوگانه جان مثل فیلم گپ زدی. من میبرایم یاری دهید. نمیبرای گفتم. التماس نبرو لطفا. ای مرا سرده؟ ایستا نمیبرای گفتم. نمیبرای. تمام نمیبرای گفتم. بچه ها چه گپ است؟ چرا اینجا جمع شده؟ در آنجا چی است؟ استاد باز همون گربه در بالا محکم شده است. گربه؟ او در کجاست؟ اوه ینگه جان شما خوب هستید. کی در کجاست؟ باز که میشد کاتکیل است. در کجاست؟ او چطور به آنجا برآمد؟ استاد مگر یاری تجلی رو دعوت کنیم؟ چی خیلی یاری تجلی؟ برای هیچ نشده است. تو چه میگویی؟ استاد بیچاره در آنجا میمورد. چیز نمیشود. گربه ها 9 جان دارند. اما استاد من بالا برآمده گربه را نجات میدهم. ایستا حکیم چی کار میکنی؟ نه برا گفتم به تو. چی کار میکنی پسرم؟ حاضر میافتی 110 جایت میشکنم. من میفرارم. این را دارید. استاد نبرایید. یک لحظه آرام شوید بچه ها. استاد نه شما نبرایید. یک بار از دیگه از آنجا نکنید. استاد التماس نبرایید. چی داد میزنید؟ آرام باشید آخه. یا خدایا چی جای واهمه است؟ واهمه نکنید. استاد از برای خدا نبرایید. نه التماس. دخترم برای چی میافتم؟ این کاری کودکانه است. میبرایم گربه را میگیرم میفرایم تمام. ای استاد نبرایید. التماس. نبر استاد. کنی مرا برداره. چه در کجاست؟ یا خدایا توبه. شما چی ها میگویید؟ مگر در جنازه‌اش تو نبودی؟ با چشمان دیدی که او را گور کردیم. با چی میپرسی؟ با من بازی نکن شفقت. برای از پلیس او را پنهان کردن مرده برآوردید. من میدونم، اما من او را یاد کردم. نمیفهمی مگر؟ ینگه جان من حالت شما رو خوب میفهمم. التماس قبول کنید. شوهرتون از این دنیا رفت. با من بازی نکن شفقت. او را در کجا پنهان کردی؟ به من بگوی. در کیسه هم بجا کردم ینگه جان. او رو میگردونم حسرت میبرم. این چی گپ است آخه؟ او انسان مرد و آدم نیست. یعنی در مزار او را گور کردیم. فهمیدی ینگه؟
تو دروغ گفته ایستاده شفقت. زیان نمرده است، زنده است. من او را دیدم. نفهمیده ایستادم. یک دقیقه ینگه خودت او رو دیدی؟ ای استاد احتیاط کنید آخه. استاد آیسته. ای استاد التماس احتیاط کنید. آهسته باز نفتید. از برای خدا داد نزنید، کمی دمتان را گیرید. اوف خدایا آنها چی گپ زده ایستادن؟ از بتول یگون چیز نفهمیدین دختر؟ یا دامولاز یا زنده بودنی خود را به بتول نگفته باشد؟ ای شوقت انیق این را میداند. خدایا چی کار میکنم من؟ از تو هم پنهان میکنم. من نمیفهمم چی خیلی از من پنهان میکنم. از تو هم گریخته ایستاده است میگویم. مگر نمیفهمید؟ ینگه جان و تو میگویم وای آدم در قبر است، از قبر برآمده گشته گریخته نمیشود. ای توی چی شد؟ شوهر نکردی؟ بیا ما. استاد احتیاط کنه. ای استاد چقدر شما بی‌پروا هستید؟ بچه ها داد نزنید که حاضر از برای شما شده، خودم را میپرتایم. دیدید استاد چه تیز برآمد؟ او مثل کاتاکلس درخت رو برآمده. استاد با دقت باشه، بسم الله گویید. چی گپ است در اینجا؟ چی گپ؟ یا خدایا تو در اونجا چی کار میکنی؟ استاد برای گربه رو نجات دادن برآمد. گربه؟ باز هم گربه؟ بله. آخر برای گربه شده از همین بالای درخت افتیده بودی. من یک سال دیگر انتظار شده نمیتوانم. بیا احمد فرا. از پشت گربه افتیدم؟ ها جان. از کجا افتیدم؟ آخر از همین درخت افتاده بودی. چرا باز به همین درخت برآمدی؟ آخر دیگر درخت نیست؟ من از همین درخت افتیدم؟ بله احمد جان بله. پس چرا با من نگفتی؟ از اینجا افتیده باشم پس چرا باز برآمدم؟ ای خدای مهربان، هیچ در خاطر ندارم. از من خفه نشو گربه. از پشت تو من باز یک بار دیگر از اینجا نمیافتم. بر وقتر برای چی نگفتی؟ یا خدایا توبه. ای احمد جان آیسته. اگر تو بمیری من باز شوهر بمونم. استاد احمد احتیاط کنید باز نفته. احتیاط کنید. اگر یک بار دیگر من برایم اوف. یاری تاجری جیغ زنید. گربه را نجات دهید، این کاری من نیست. احمد جان صبر کن، آخر گربه رو میفروردی. بچه‌ها بس این فایتان داره، در اینجا نایستید. زود باشید بس این فایتان. این گاز داره، زود باشید بس این فایتان داره. سردارم ماشین رو پیدا کردیم، درونش رو کفتیم. در درونش مواد مخدر بود. وای کلتاکیلس بیشرف، اکنون به مواد مخدر دست است. سردارم در حق یک آدم مرده شما چی ها گفته ایستادید؟ بیشرف نگوید، این گناه است. چی خیلی مرده است؟ زنده است به حق؟ بله هرگز نمیرد آنکه دل از زنده شد به ایش. ثبت است در جریده عالم دوام ما. تو چی گفته ایستاده ای؟ سردارم کلتاکیلس دوست بودنش معلوم است، دیوارها را میبراید اما با مواد مخدر دست زدنش ناممکن است. یک بار کم حجتاش ورق بزن. ای به عقل، تو جوره من است یا جوره خیرس؟ من جوره تویم سردارم. از خدا بترس، کلتاکیلس رو تهمت نکن، گناه است گناه. با ماشین شین برو. نمیشینم. کندینسنیر هم ندارم، هیچ چیز ندارم. این ماشین از زمان شوروی مانده است. ماشین های حاضره به آدم هم حرکت میکنن. من باشم در زیر بلانی تو سنگ میمونم. تو یک ماشینی نمیشدنی، حتی ویلیسپید از تو بهتر است به خدا. این را بدون، یک روز نه یک روز من هم تو را میپرتایم و تو صغیره میمانی. دامولو با خوراک خوری نمیرویم. یعنی شما هم کار دارید، من شما را مشغول نکنم. اینی دامولو وعده خلافی نکنید. رفتیم بیاید اول قهوه می نوشیم. مایلش می‌رویم. میجگان را در سرم میزنم. این زیبا یک پیسته بر این است. خوب آمد اکرم،
من هم حاضر از کار برآمدم. بیگاه به نزد شما میآیم. مایلش. خوب آمد. خیر. سنان؟ اکا؟ حیاتم برای چی گریه میکنی؟ چی گپ شد؟ حیاتم گریه نکنی. بیایید با خوراک خوری میرویم. بابا جون من نروم؟ این چی گپ است؟ بابا جون من نمیروم. ما با خوراک خوری برای تو میرویم. از بالایمان ابرهای سیاه پراکنده شود، شادیمان زیاد شود. زورا التماس خیز میرویم. اما جون من نمیروم. خیز زورو میرویم. بابا جون من نمیروم. دیگر صبر و طاقتم نماند اکا. حیاتم گریه نکن التماس. چی گپ شد نخواد؟ من در خونه ای که با من بد رفتار میکنه زندگی نمیکنم. از همان زمانی که مادرم شوهر کرد من زندگی خوش رو ندیدم. مادرم با اینجا آمدن تو رو خبر ندارد؟ البته که نه. باز خبر میدادم. به این هم از رفتن من و همراه شوهرش خودسان شدن. سنان جان گوش کن، این کار کردت خطا از تو خودت میدونی؟ اکا اگر حاضر گوید که به خانه برگردم از نزد شما هم میروم. دیگر مرا نمییابید. از حیاتی همه‌تان دور میشم. نه تمام. با آن خانه من اصلا بر نمیگردم. این رو بدون. مایلش خوش روی من. مایلش امروز با تو یگانجا میابم، بعد گپ میزنیم چی کار کنیم. مرا تنها نگذارید التماس اکا. کی من تو رو تنها گذاشتم؟ اینجا بیا. من تو رو هیچ وقت تنها نگذاشتم. بیا خیر رفتیم. سلام، در کناری تیرزا جای گرفته بودم. بله خانم ملیس، مرحبا. رحمتی کلام. با شما نوشاکی سپیرتی بیارم؟ وای، اگر به شما عیب نباشد من به خودم شرابی سرخ میگیرم. چی خیلی عیب است؟ هیچ گپ نی. من سفیدش رو میگیرم. دومولو؟ به عقل تو چی کار میکنی؟ تو معلم دین هستی. یعنی پنیر عادی و آبی سفید. بله آبی عادی بیار میشه. مایلش حاضر میارم. دومولو با شما یک چیز میگویم. همون روز به نکاح آمدید و گریختید یا که پشیمون شدید. یعنی من فکر کردم که شما نکاح رو ویرون میکنید، گرچه نکاح به شما هم قرد گردید. دومولو میلیس یک چیز پرسم. شما مرا آیا با یگان کس مانند نکردید؟ باوری دارید؟ دومولو حاضر دیوانه میشوم. در کار نجانم نشوید. اما با من باور نمیکنید. حتی سیرتان رو به زهرا نگفتم. باز چی کار کنم که مرا باور کنید؟ حالا هم زهرا میگویدی؟ خانم میلیس من زهرا گفتنی کس را نمیشناسم. خب شما حالا هم نمیشناسم گفتن رو دوام دهید. ولی لایق همین است در حقیقت. با خدا خیلی کار خوب کردیم. تعبمون هم بریده می شود. خیلی شده بود که همراه اویلمون با تماشا و خوراخوری نوار آمده بودیم. میلیس همه بود اویلمون پره میشد. میلیس زنگ زده گفت که با دوستانم به تماشای فیلم میرم. هر چیلو زهرا جان اینجا با تو بسیار پسند میآید، همین طور نیست؟ تشکر زیاد بابا جان برای این قدر غمخوری هایتان. سلامت باشید. سیخ کبابی مرغی تموم شده است، از گاو بیارم. این خیلی بگوی. با خدا که خوب میشود. همین خیلی خانم میشود تمام. مایلش تمام. تشکر زیاد.